درود بر شما همراهان همیشگی من به کانال خودتون، خیلی خوش اومدین. از همین اول بزنم تو ذوقتون، تحریم‌های سازمان ملل بعد از 10 سال دوباره برگشتن. تأثیر این تحریم‌ها روی سفره و معیشت من ایرانی نشون داده میشه، نه توی زندگی آقایون، نه توی زندگی آقازاده‌های حرومزاده‌شون که توی آمریکا و اروپا بهترین زندگی رو دارن، غرق در نعمتن. حساب‌های بانکیشون توی سوئیس و کانادا داره روز به روز پرتر میشه. خودشون دارن روز به روز چاق‌تر و خوشحال‌تر میشن. به محض اینکه جمهوری اسلامی خودش رو در آستانه سقوط ببینه، اینا فلنگو بستن، گذاشتن رفتن پیش زن و بچه‌شون. فکر نکنید تحریم ها کوچکترین خدشه‌ای به هیبت آقایون میندازه. نه، فقط روی من ایرانی داره تاثیر میذاره. اگه به دنبال این تحلیل ها سفره های ایرانی ها کوچیک‌تر بشه، اقتصادمون به خطر بیفته، معیشتمون تحت تاثیر قرار بگیره، جمهوری اسلامی نه تنها ککش نمیریزه، بلکه خوشحال‌تر هم میشه. مردم فقیر و ناامید رو خیلی راحت میشه کنترل کرد. جمهوری اسلامی ملت متحد و یک صدا و آگاه و هوشیار نمیخواد. جمهوری اسلامی مردم ضعیف و نادون و سردرگم و فقیر و نمیدونم بیپناه میخواد. خامنه‌ای حرومزاده آشغال خودش رو رهبر ملت ایران که نمیدونه، خودش رو رهبر امت اسلام میدونه. یعنی به جای اینکه تصمیمات مدیریتی بگیره، بخواد کشورمون رو از بحران نجات بده، میاد فقط به هیبت خودش دلش میسوزه که یه موقع مثلا بهش خدشه نیفته. تصمیمات اصلی حکومت رو من میگیرم، منم، کتن منه، هرچی من بگم، هیچ کس نباید رو حرف من حرف بزنه. همه این منم ها نتیجه شد مکانیزم ماشه، شد بازگشت تحریم ها بعد از 10 سال. کی داره تقاضا پس میده؟ من ایرانی، با جیب خودم، با قیمت دلار، با قیمت طلا، با بورسی که ریزش کرده و ازش داره خون میچکه، با سرمایه هایی که قرار بوده از خارج بیاد و الان همشون کنسل شده، پروژه هایی که کنسل شدن، کارگرهایی که بیکار شدن. همه اینا تاوان تصمیم گیری های اشتباه یک پیرمرد خرفت متوهمه، یک فسیلی که بعد از 47 سال دست از سر ما مردم ایران بر نمیداره. الان وقتش رسیده که سایه سنگین این پیرمرد رو از سرمون کم کنیم. این اتفاقایی که 47 سال سر ایران اومده، اینا اتفاقی نیستا. این تحریم هایی که برگشته تصادفی نیستا. هیچ کدومش خیانت کشورهای خارجی نبوده ها. هیچ کشوری با ما دشمنی نداره. فقط تنها کسی که با مردم ایران دشمنی داره شخص خامنه‌ای حرومزاده است. بیاید یه سر بریم پشت پرده. این چیزا تصادفی نیستن. وقتی که اینا باد میندازن توی قبقبشون، میگن که ما با دنیا چالش داریم، تسلیم نمیشیم، عقب نشینی نمیکنیم، مذاکره نمیکنیم، صلح نمیکنیم، بمب اتم میسازیم، موشکامون هم میسازیم، اینا فقط شعار ملی گرایانه نیست. اینا یک معادله با عدد و رقم. اقتصاد ایران روزانه چندین میلیارد دلار داره ضرر میکنه به خاطر تخفیفایی که با فروش نفت دادن. این اختلاف عددی یعنی چی؟ یعنی وقتی که فشار اقتصادی بیشتر میشه، وقتی که سفره مردم کوچیک‌تر میشه، جیب یکی دیگه داره پرتر میشه. پول نفت کجا میاد؟ سر سفره من ایرانی؟ نه، توی جیب آقازاده های حرومزاده. روز به روز بیشتر دارن میخورن و چاق‌تر میشن. آقازاده های حرومزادهشون توی آمریکا و اروپا دارن توی نعمت زندگی میکنن. ما مردم ایران میزنیم سر کله همدیگه که بتونیم سر گرسنه روی بالش نذاریم. هر روز آب و برق قطع میشه، با شعار شما زیاد استفاده میکنید و باید صرفه جویی کنید میزنن تو سرمون. چرا کشوری که این همه منابع داره، این همه سرمایه داره، چرا باید مردمش از همه کشورهای دنیا فقیرتر باشن؟ پول ملی ما چرا باید به اندازه پهن گاو ارزش داشته باشه؟ همون ریالی که عکس خمینی گور به گور شده روشه. این لیاقت من ایرانیه؟ این بدون نژاد آریایی اون آرزوها و امیدهایی که برای خودمون داشتیم؟ یه مش عراقی عرب تازی بیاد برای من ایرانی، برای من آریایی تصمیم گیری کنه؟ اونم چه تصمیماتی؟ یکی از یکی قهوه‌ای تر. 47 سالی که جمهوری اسلامی اومده توی خونه ما، پدر و مادرمون رو کشته، داره به ما بچه‌های ایران زور میگه و ما رو گروگان نگه داشته، داره از ما تغذیه میکنه، سرمایه‌های ما رو به جیب میزنه تا خودشون روز به روز چاق‌تر و پولدارتر بشن.
به محض اینکه روز سقوطشون فرا برسه فکر کردید اینا میمونن و ما محاکمهشون کنیم؟ نه، همشون فلنگ و بستن رفتن کانادا، رفتن آمریکا پیش حرومزاده هاشون. هیچ کس نمیمونه اینجا ما محاکمش کنیم. یه ایران میمونه و یک ایرانی فقیر و بی‌پناه، یک ایران ویران باقی میمونه. خودشون هم گفتن دیگه، خامنه‌ای گفت وقتی که بخوایم از ایران بریم ایران رو ویران میکنیم، نابود میکنیم میریم. یعنی اینا از مغولا بدترن. مردم ایران آگاه باشید، هوشیار بشید، از خواب خرگوشی بیدار شید. سیاست و اقتصاد به هم گره خورده. نمیتونیم بریم من سیاسی نیستم، من دخالت نمی کنم. قشر خاکستری، کسایی که دارن وسط بازی میکنن الان بیشترین خیانت رو دارن به ایران میکنن. حکومت شعار مقاومت میده. هزینه مقاومت رو کی میده؟ من ایرانی از جیبم، از سفرم. یکی از نتایجش میشه نارضایتی عمومی. نارضایتی عمومی باید به اعتراض، باید به قیام، باید به انقلاب ختم بشه تا شر جمهوری اسلامی از سرمون کنده بشه. ما مردم ایران خودمون باید زندگیامون رو تغییر بدیم. تحریم ها بازی رو به نفع قدرت های بزرگ تغییر میدن، درست. هزینه‌اش رو هم ما ایرانی ها از جیبمون میدیم، اینم درست. ولی در نهایت این آب گلالود بیاید یه ماهی برای خودمون بگیریم دیگه. از این تحریم ها یه استفاده ما حداقل بکنیم، فقط ضرر نباشه. استفاده ما، سود ما مردم ایران از این بلبشو سقوط جمهوری اسلامیه. الان که در ضعیف‌ترین حالت تاریخیشون قرار دارن. جمهوری اسلامی امروز هیچ وقت دیگه در تاریخ ضعیف‌تر از امروز نبوده. یعنی امروز خامنه‌ای لبه پرتگاه سقوط ایستاده، منتظر یه تلنگر که بیفته پایین. اون تلنگر رو کی باید بزنه؟ شاید اسرائیل با حملش بتونه اینا رو ضعیف کنه، شاید امریکا و اروپا با تحریماشون بتونن اینا رو ضعیف کنن، ولی ضربه نهایی به ما تحت این نظام فاسد رو من ایرانی باید بزنم، با قیامم، با انقلابم. برسیم به اون چیزی که میتونه اوضاع رو به انفجار برسونه. بعد از رفتن پرونده از آژانس به شورای امنیت، موقعیت ایران فراتر از اختلاف دو جانبه با کشورهای خاص رفته. الان بحث موضوع امنیت و صلح بین‌المللیه. شورای امنیت ملی گفته یک کشور، یعنی جمهوری اسلامی، تهدید صلح و امنیت جهانیه. معنی این حرفش چیه؟ اینکه خیلی ها از این ابزارها علیه جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن، از تحریم های سنگین استفاده میکنن تا این دیو 7 سر رو بزنن زمین. تحریم های سنگین اقتصادی، محدودیت های دیپلماتیک و در مرحله بعدتر حتی گزینه های نظامی، حتی حمله قریب الوقوع اسرائیل. چرا که نه؟ وقتی که یک حکومتی اینقدر ضعیف میشه چرا بهش حمله نکنن، زمین نزننش؟ اگه بهش فرصت بدن دوباره سرپا میشه، دوباره میاد مثل هیولا بالای سر ما مردم ایران.